تفاوت بافت فرانسوی با بافت هلندی چیه؟ اول شباهتش رو بگم. هر دوتاشون بافت ستایی هستن. ستایی کف سری هن. منتها این از رو بافته شده به سمت، دقت کنین حالت بافت به سمت داخل رفته. ببین اینجوری هست، به سمت داخل رفته، برجسته نیست و ماندگاری دوام زیادی نداره، چون یکم حالا با روسری یا با بالش با هر جایی استحکاک پیدا کنه اینجوری این موها خورد میزنه بیرون از تو بافت، ماندگاریش خیلی کمتره. برای موهای خیلی کم پشت خیلی مناسب نیست، خیلی نمیشه شلش کرد، بهش حجم داد، چون که هم ممکن از ظاهرش بیفته، همین که اگه موی خورد یا کوتاهی داشته باشین همه میزنه بیرون، دوام بافتتون رو پایین تر هم میاره. بافت فرانسوی. بافت فرانسوی از زیر بافته شده. ببینیم موها رفته زیر بافت و اینکه بافتمون برجسته هست. این مدل بیس خیلی از بافت ها هست و محکمتر، موندگاریش هم بیشتره. برای موهای خورد و کوتاه این بافت بهتر هستش.